درود بینندگان عزیز، سوالات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شعله گلخواجه هستم و نخست توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 5 می. آغاز تحصیل از 17 آگوست در تاجیکستان تعطیل در مکتب‌ها و کودکستان‌ها را دراز کردند. مرگ در روسیه، تشویش در تاجیکستان. برای زمین قبرستان از خانواده مهاجر فوتیده در روسیه 80,000 روبل طلب دارند. 5 تا فرزند دارم. 5 تا فرزند در بیسوی بولایده شده باشترش. و این خیلی هم می شده است چگونه ملیسا را در 2 دقیقه بیش از 40 مرتبه دشنام میدهند و هم مشت میزنند. ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس در تاجیکستان تعطیل در مکتب و باغچه‌های کشور را دراز کرد. طبق قرار قبول شده سال نو خوانیش از 17 آگوست سال جاری آغاز می شود. درباره شرایط کاری آموزگاران و پرداخت معاش آنها در این دوره شرح دادن نشده است. قبلا خوانندگان مکتب‌های میانه را از 27 اپریل تا 10 می به تعطیل فرستادند. وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت تمدید تعطیل خوانندگان به موجودیت کرونا ویروس در کشور ربط دارد. تا امروز در تاجیکستان 230 نفر به کووید 19 سرایت شده، 3 کس فوتیدند. روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر از تاجیکستان است و تاکنون 10 نفر از این مهاجران به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. این بیماری چندی از آنها را الکی کشت و به غریب کرد. یکی از آنها فرزند خانواده در دوشنبه است. پیوندان بعد چند سال جدایی این بهار منتظر دیدارش بودند. به خبر از آن که دیدار در قیامت میماند و آنها حتی امکانی برای آخرت گسیل نمودن جگربندشان را نخواهند داشت. برای یوسفی گزارش میدهد. ҷаҳонбек азизов, як сокини 40 солаи душанбе ки ҳафтаи қабл дар русия аз бемории covid-19 фавтидааст, ҳанӯз ҳам дар яке аз сардхонаҳои шаҳри санкт петербург нигаҳдорӣ мешавад. пайвандонаш мегӯянд бо бародараш ки ҳамроҳаш кор мекард танҳо либосҳои марҳумро дода ва гуфтаанд ҷасадро пас аз ташхиси дигарбора барои дафн хоҳанд дод. падари ҷаҳонбек мегӯяд барои замини қабристон аз онҳо 80,000 рубл талаб кардаанд. اجازت نیست سایوسان نمیتونه سیستم و جرام نگاه کاری سنیم که کای و یا آنالیز میگیرن آنالیز میتونن اینو این نو میبرن با گورو چوم میکنن یا که زمین نیوی اونجا قبرستان چیزش میخرن پول جمع میکنن یا پول میوان با میخرن اینا میشه ما گاشتیم این خیلی. ҷаҳонгири марҳум 2.5 соли ахир ба тоҷикистон наомада буд. тасмим дошт ҳамин баҳор ба тоҷикистон баргардад назди зану фарзандон. аммо роҳу марзҳо бо иллати пандемияи коронавирус баста шуд ва дар санкт петербург дар карантин монд. 5 تا فرزند دارم. 5 تا فرزند در بیسوی بولایده شده باشترش. کسالی قند داده شده نمیدونم اما چیکار میکنیم و چاب نبود شده جهان همه همونجا است. ҳамсари ҷаҳонбек маризии қанд аст. пас аз шунидани хабари марги шавҳар маризияш хуруҷ кардааст. модараш низ аз маризии илтиҳоби шуш азият мекашад ва низ дар хона бистарӣ аст. من هم هفته که گفتی روزی چهارشنبه میبردن شد روزی دوشنبه قطش گاو زده بودم روزی سه شنبه گاو زدم تمام یه چه ساز بود گفت خواهد چه ساز خیلی ساز شدگی خدا احتیاط که گفته باید دیگه هیچ چهارشنبهش که بردن دیگه نه خطر نه خبر هیچ دیگه نفهمیدیم ندانستیم. چی کار میکرد؟ چجاش لازم میکنم؟ هیچی همه قرطقون در میکرد گریب قپیر مگفت چخلیشت دیگه یکون شکایت نداشت. падари ҷаҳонбек мегӯяд онҳо дар русия 12 нафар дар як хона дар карантин буданд. ҳамаи онҳо низ мариз шудаанд, аммо вазъи саломатиашонро феълан начандон бад мегӯянд. ӯ ба сафорати тоҷикистон дар русия муроҷиат кард ва гуфт: ما با سفارت تاجیکستان مراجعت کردنیم که و ما یاردم رسانن که همونجا فرزند ما گرفته ساز گورانند همونجا. пас аз хуруҷ ва пандемияи коронавирус дар ҷаҳон садҳо нафар муҳоҷири тоҷик дар русия ба ин вирус олуда шуда, даҳҳо тани онҳо фавтида дар хоки он кишвар дафн карда шудаанд.
در ادامه موضوع روسیه، شروع از فردا احتمالاً بعضی از مهاجران در مسکو امکان کار در ساختمان‌ها را پیدا می‌کنند. زیرا از 6 می کارهای ساختمانی در 181 میدان بنیادی آغاز می‌شود. قرار شهرداری به آن ساختمان‌های داخل دارد که باید تا آخر همین سال به استفاده داده شوند. تاجیری سفر موضوع را ادامه می‌دهد. با فرمان معاون شهرداری مسکو اندری بچکاریوف از 6 می کار در بعضی از ساختمان‌های مسکو از سر گرفته می‌شود. دفتر مطبوعات کمپلکسی ساختمانی مسکو به خبرگزاری تاس اطلاع داده است که ساختمان بعضی بیناها شروع شده، همزمان تعمیر بیناها برای تامین امنیتی ساختمانی از سر گرفته می‌شود. در ساختمان‌های باقی مانده توقف ادامه می‌یابد. شهرداری مسکو قبلا فرمان داده بود که به استثنای ساختمان‌های طبی، علاقه و ساختمان و تعمیر مترو، زیربنیادهای نقلیات، راه آهن و فرودگاه‌ها قطع کرده شود. اصلا در مسکو با فرمان شهردار سرگئی سابیانین از روز 29 مارس به این طرف رژیم گوشه‌نشینی عمل می‌کند که هدف آن جلوگیری از سرایت کرونا ویروس میباشد. ساکنان مسکو تنها در حالت حق دارند از خانه بیرون شوند که به کمک طبی احتیاج دارند و یا به حیات و سلامتی آنها خطر تهدید می‌کند. همچنین به ساکنان اجازه داده شده است به نزدیکترین فروشگاه برای خرید بروند یا در مسافه 100 متری گرد و اطراف خانه‌شان با حیوان خانگی سیر کنند. باقی مانده سیر و گشت در شهر با اجازه‌نامه‌های رسمی است. حکومت به شهروندان وعده داده است در این مدت معاش آنها حفظ می شود، ولی مهاجران تاجیک میگویند کار آنها اساساً کاربی و ساعتبی بوده، فعلا آنها کاملا بی‌درآمد مانده‌اند. در روزهایی که صحبت‌ها در جهان و تاجیکستان از خطر کرونا ویروس میچرخد، در نواحی ولایت خطلون باغ حیوانات سیار درگشته است. کودکان از این جانوران خوشحالی میکنند، اما در صورت کار گرفتن از چاره‌های محدود کننده گشت و گذار بنابر گسترش کرونا ویروس، حال به این هم ناخوبی جانوران میتواند بدتر شود. گزارش آرزوی کریم را عبدالله اشورف تقدیم میکند. سمندر باری نخست است که جانوران وحشی را از نزدیک می‌بیند. با برادرش به باغ جانوران آمد تا آنچه که درباره حیوانات خوانده بودند از نزدیک ببینند. آمده در اینجا حیوانات وحشی مثلا شیر، پلنگ، خرس و دیگر حیوانات را تماشا کردیم. خیلی راضی هستیم، مقبول شد همه اینها. مثل این برادران اکثر نورسان در جنوب تاجیکستان از آوردن باغ وحوش به شهر و ناحیه‌هایشان خوشحالند. نوابسته به پهنشوی ویروس نو، همه روزه 10 نفر به تماشای جانوران می روند. بیننده ما من همین رایان به حد بسیار از حیوانات ما یگان چیز نیست. مردم آمده رفتن تماشا کردن. کلور داریم، سپیرت داریم. همه مردم خیلی مردم یکدیگر فهمی کردن. مردم ما خیلی دستگیری کردن. تشکر زیاد برای همین مردم. یک هفته است که جانوران باغ وحوش شهر خوجند مهمان ناحیه بلخی است. این جانوران را زمستان امسال از نبود شرایط در شهر خوجند اول به شهر ترسوزاده و بعداً به ناحیه‌های خطلان آوردند. در اینجا 20 جانور و پرنده باغ معمولاً از حساب تماشابینان با خوراک تامین می‌شوند. مسئولان باغ جانوران برینند که در صورت اعلان کرانتین یا کم شدن تماشابینان، جانوران به بحران غذا روبرو می‌شوند. روز 5 می در پیام‌رسان‌های کوربرون ویدیوی جنجال با یک ناظر راه نشر شد. در آن مردی که خود را پادپالکوونیک معرفی میکند، ناظر راه را برای جریمه بستن راننده کدام ماشین سگ مینامد و مادر و همسرش را با تکرار دشنام میدهد. در طول 2 دقیقه جنجال این مرد ناظر راه را 40 مرتبه دشنام میکند و ظاهراً به رهبرش زنگ زده میگوید که سگ‌های گئی او را بیزار کردند. در این بین دشنامگر ناظر راه را چند مشت نیز میزند. در تاجیکستان تحقیری نماینده دولت و از جمله افسران میلیسا جنایت به حساب می رود و برای آن جزا پیش بینی شده است. این خبری آخرین برنامه امروز بود. سپاس که تا این دقیقه با ما بودید. تا صحبت بعدی می توانید از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما ایزان است. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا، خدا نگهدار.